یکی از بازی‌های فوق‌العاده‌ای که به بچه‌ها کمک می‌کنه تا آروم شن زمانی که اضطراب شدیدی رو تجربه می‌کنن یا خشم و عصبانیت بهشون فشار میاره، تکنیک 1 تا 5. این تکنیک یه تکنیک شناختی محسوب میشه و روی آمیگدالا تاثیر میذاره. آمیگدالا همون قسمت از مغز ما آدماست که مثل یه زنگ هشدار عمل میکنه و جالبه بدونیم هر چقدر سن بچه‌ها کمتره فعالیت این قسمت بیشتره. به خاطر همینه که ما میبینیم بچه‌ها تو سنین پایین با کوچیک‌ترین چیزا ممکنه آشفته بشن. حالا از طریق این بازی و تکنیک ما میخوایم از طریق حواس مختلف دیتاهای حسی خوشایندی رو به بچه‌ها بدیم و بهشون کمک کنیم آروم بشن. برای انجام این بازی ما از بچه‌ها میخوایم 5 تا چیزی که تو اطرافشون میبینن رو نام ببرن، 4 تا چیز مختلف رو لمس کنن، 3 تا صدایی که میشنون رو به ما بگن، 2 تا چیز خوشایند رو بو کنن و در نهایت یه خوراکی خوشمزه میذاریم توی دهانشون تا بتونن مزه این رو بچشن. با درگیر کردن حواس مختلف بچه‌ها توی دیتاهای حسی که در اطرافمون وجود داره بهشون کمک میکنیم آروم بشن و از اون شرایط اضطرابی یا خشم و عصبانیت عبور کنن.